باری دیگر سلام میگم به بینندگان بین‌نهایت گرامی رادیو زودی و به همه آنهایی که در چند دقیقه دیگر ما را تماشا خواهند کرد تا اینکه از سرخط خبرهای روز آشنا شوند. و حالا در پراگ ساعت رسیده هست و فراموش نکنید که تقریبا بعد از 3 ساعت دیگر با شما ملاقات خواهیم داشت در همین جا در اوزودی ویدیو کانال مستقیم رادیو زودی در یوتیوب در برنامه خبری که در اونجا موضوعهای روزی تاجیکستان و جهان چون همیشه پیشنهادی شما خواهد شد. دوستان حربی کلوب نفرانی را که در ابلاغ خبرنگاری رادیو آزادی دست داشتند مجازات انتظامی کرده است. اگر شما بیننده دائمی رادیو آزادی باشید پس در یاد دارید که ماه امسال همکار ما محمود جانی رحمتزاده در شهر کلوب مورد ابلاغ قرار گرفته بود و تنها بعد اثبات اینکه در ارتش خدمت کرده است او را آزاد نمودند. محمود جان به دادستانی شهر کلوب مراجعه نمود تا عملکرد مسئولان جلب مجبوری جوانان به ارتش را تحقیق کنند. دادستان حربی به چه خلاصه رسید؟ بعد کمتر از 3 ساعت دیگر برای شما بینندگان عزیز تفصیلات میدهیم. زن گناهکار نیست که تنها مانده است. چنین از پاسخ وزیر عدلیه بر رئیس ولایت ختلان قربان حکیم زاده چندی پیش گفته بود که در وظیفه مدیران شعبه های ثبت اسناد حالت شهروندی باید آنها فعالیت نمایند که عائله سالم و استوار و نمونوی برپا کردند. این حرفهای حکیم زاده در شبکه‌های اجتماعی در یکان واحد سر و صدای زیادی برپا کرده بود و خبرنگاران نیز ضمن نشست مطبوعاتی نظری وزیر عدلیه را در مورد این گفته ها پرسیدند که در این باره بازم در برنامه خبری برای شما خواهیم گفت. ایران به کشورهای آسیای میانه پیشنهاد کرده است که میتوانند انبارهای خود را به طور رایگان در بندر چابهار بسازند. این حرفها از زبان شیرعلی گنجالزاده سردار نظارت خدمات در ساحه نقلیات وزارت نقلیات تاجیکستان صدا داد. بندر چابهار در حدود ولایت سیستان و بلوچستان و در ساحل‌های خلیج عمان جایگیر است و میتواند راه ارزان انتقال بار برای کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان شود. از تأسیس کارخانه‌های مشترک تا تبادل دانشجویان در دوشنبه صاحبکاران تاجیکستان و کره در دایره یک فورم دورنمای همکاری‌های خود را بررسی کردند. در زمینه این گفتگوها علاقه چند سازشنامه هم بسته شده است. باید گفت که تاجیکستان و کره از سال 1992 با همدیگر رابطه‌های دیپلماتی برقرار کردند و روز گذشته پرزیدنت تاجیکستان سروزیر این کشور را که با سفر رسمی در دوشنبه قرار داشت پذیرفت و گفت که از این سفر انتظاری‌های زیاد دارد. اما برای صاحبکاران توجیک شرکت در فورم با همتایانشان از کره چی می‌دهد در برنامه خبری در این باره گزارشی مفصل خواهیم داشت و همچنین یک گزارش هم داریم درباره آنکه یک مربی شناخته گوشتی که چندین جام پهلوان توجیک را برای شرکت در مسابقه‌های بین‌المللی آماده کرده است به تاجیکستان آمد و می‌خواهد نورسان توجیک را در وطنشان تربیت کنند. همکارانمان با این مربی صحبت داشتند و او در رابطه با چی حرف زده است با ما بیاید بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری در برابر دیگر خبر و گزارش‌های روز میتوانید بفهمید و تشکر میگم از همه اونهایی که این لحظه هم رو تماشا کردند و تا این دم با رادیو آزادی همکاری داشتند و نوار و عکس و خبرهای خود را ارسال کردند. ما به قدر امکان تلاش میکنیم که هر نواری که به دست ما میرسد بعد از تحلیل آن را پیشنهاد بینندگان کنیم. با امید همکاری بیشتر و با امید ملاقات در بخشی مستقیم بعدی روز خوب داشته باشید. فراموش نکنید بعد از 3 ساعت دیگر در همین جا در آزادی ویدیو با شما و میخوایم.